برای بازنشستگان روسیه که نفقهشون از $200 کمتر می باشد، خریدن محصولات نیاز اول به مانند تخم و کارتوشکا یا مسکه هیچگاه آسان نبود. ولی بی‌قرب شوی با سرعت روبل روسی در هفته اخیر نگرانی های آنها را به مراتب بیشتر کرد. همه چیز به خصوص مسکه، میوه و سبزیجات گران شده است. کارتوشکا و کرم هم خیلی گران است. این مواد ضروری است. ولی امروز بادرینگ ارزان بود. کیلویش 45 روبل. نرخ 800 گرم مرجمک باشد 32 روبل شده است. البته به همه چیز توجه میکنیم. هر صبح باید مسکه خوریم. بینید چی میخریم؟ شیر، پنیر، حسیب و تخم. و انا میبینید که 1500 روبل رفت. این خیلی گران است و سببش هم معلوم نیست. نرخ همه چیز و از جمله تخم و مسکه تخمینا 50% بالا رفته است. اصلا همه چیز گران شده است. تقریبا 3 سال پیش وقتی ارتش کرمل به خاک اوکراین تجاوز نموده روسیه با تحریم‌های بین المللی روبرو شد، بسیاری انتظار داشتند که اقتصادیان به فشار تاب نمی‌آورند، ولی تخمین‌ها خطا برآمدند. سرمایه‌گذاری‌های سرشار حکومت روسیه به اقتصاد باعث رشد آن شدند. صندوق بین المللی پول پیش بینی می‌کند که امسال تولید ناخالص ملی روسیه به 3.6% برابر خواهد بود. اما مشکل دیگری که در این روند ظهور نموده است تورم می باشد. ماه سپتامبر $1 آمریکایی 85 روبل روسی بود. 5 دکبر $1 آمریکا تا 103 روبل و یورو به 113 روبل روسی پایین شده بود. بانک ملی روسیه تصدیق می کند که تحریم اخیر به قرب روبل تأثیر منفی گذاشت، ولی این اداره تصمیم دارد از حساب بلند بردن میزان بازبدهی بانک‌ها که حاضر بیش از 20% بوده تا آخر سال باز بلندتر خواهد شد، روبل را در مقابل اسعار خارجی استوار کند. تابستان بیرژای اسعار روسیه با تحریم مواجه شد. هفته گذشته ایالات متحده آمریکا در مقابل 52 بانک دیگر روسیه و از جمله گازپروم بانک تحریم اعلان کرد. حوادث هفته گذشته باعث نااستوار شدن بازار تبادل اسعار شد. بی‌قرب شوی روبل روسی را عادتاً در نوبت اول مهاجران کاری و عائله‌های آنها حس می‌کنند. وقتی که ما کار میکردیم 700,000 گرفتیم و آوردیم، در همون حالت کورس میانه بود ده 135 سومونی بود. حاضر 100 سومونی شده گیده. اون وقت مایده نکردیم پشیمون شدیم ده. حاضر زحمت کشیدن در روسیه، زحمت کشیدن، مهنت کردن، قریب فایدهش خیلی کم است ده. حالا چی که حاضر پاتین قیمت شدگی، رجیستراسیون قیمت شدگی، کورس روبل پایان فرامدگی. ولی صندوق بین المللی پول هم با اشاره به میزان بلند تورم به بالاروی نظرس خراجات نظامی روسیه که سال آینده به طور ریکوردی 30% بالا رفته به 145 میلیارد دلار میرسد، پیش بینی میکند که رشد اقتصاد روسیه خیلی ضعیفتر خواهد شد.